خب سلام، اومدیم با قسمت سوم سی شارپ مقدماتی. ما داخل این قسمت میخوایم بریم سراغ دیتا تایپ ها یا همون نوع متغیرها که چی هستن. ببینید دیتا تایپ چیزیه که بر طبق اون به متغیرمون مقدار میدیم. خیلی ساده بخوام بهتون بگم، الان شما داخل آبکش میتونین چیزای جامد بریزین، خب ولی داخل آبکش چیزای مایع نمیتونین بریزین چون نمیتونه نگه داره. متغیرها هم همینن، فقط چیزایی که میتونن نگه دارن رو میتونین بهشون بدیم و اون نوعی که چی میتونن نگه دارن با اون دیتا تایپ مشخص میشه. خب حالا چه جوری؟ ما اینجا تکست باکس داریم به اسم txt main، اینجا میبینیم. خب بریم توی رویداد لود فرممون یا اصلا بیایم براش دکمه بذاریم، بهتره. یعنی تو تول باکس یه باتن براش بذاریم، این باتن، اینم اینجا. رایش کنیم بیاریم این و فرممون کوچکتر کنیم و این دکمه. خب روش دبل کلیک کنیم، بیایم متغیر تعریف کنیم. متغیر اینت چیه؟ متغیر عددیه، فقط داخلش عدد میتونیم ذخیره کنیم. اینت کن نامبر رو مساوی بده با 10. خب الان یه متغیر داریم به اسم نامبر از نوع عددی با مقدار 10 و اینم بدونین که مساوی توی برنامه نویسی برای مقدار دهیه، برای نتیجه گرفتن نیست یا برای برابری نیست. خب برابری هم داریم ولی یه دونه مساوی برای مقدار دهیه. مقدار سمت راست رو میریزی توی سمت چپی، ثابته توی همه زبان‌ها. این یه چیز ثابته که با این نوع به متغیر مقدار میدن یا حالا به هر چیز دیگه‌ای که قابل پذیرش مقدار باشه، یعنی بتونه مقدار بگیره. خیلی کتابیش نکن. خب یه متغیر دیگه داریم به اسم استرینگ. این متغیر چیه؟ این متغیر میاد برای ما رشته ذخیره میکنه. رشته در اصل برای متن استفاده میشه، خب ولی میتونیم داخلش همه چیز بنویسیم، فقط کافیه داخل دبل کوتیشن بذاریم. الان بریم یه استرینگ تعریف کنیم به اسم A مساوی بدیم با دبل کوتیشن، داخلش چی می‌نویسیم؟ مارس کد 13 هم بهش اضافه میکنیم اند سیمیکالن. و اینم بدونید که سیمیکالن آخر هر خط که کدتون تموم شده باید باشه، حالا جز شرط ها و اینجور چیزا که حالا بعدا میریم سر وقتش. یه چیز دیگه بخوام بهتون بگم، تکست باکس ورودی و خروجیش از نوع استرینگه. یعنی تو به تکست باکس نمیتونی دو تا مقدار رو جمع کنی بدون اینکه تبدیلشون کنی به استرینگ. حالا چجوری باید چند تا مقدار رو تبدیل کنیم؟ یعنی استرینگ رو تبدیل کنیم به اینت رو تبدیل کنیم به استرینگ. خیلی ساده است. استرینگ تو اینت مساویه با، الان ما میخوایم یه متنی که استرینگ رو تبدیلش کنیم به عدد، int.parse. خب حالا اینجا اسم متغیرتون رو مینویسین. با این نوع ما میتونیم متن رو تبدیل کنیم به عدد. خب حالا برای اینکه بیایم عدد رو تبدیل کنیم به متن باید چی کار کنیم؟ خب یعنی میگیم که int to string. چجوریه؟ مثلا الان ما متغیر داریم به اسم نامبر که از نوع عددیه، dot to string. خب با این انقدر میتونیم متن رو تبدیل کنیم به رشته. خب حالا بیایم چیکار کنیم؟ یه متغیر تعریف کنیم از نوع صحیح و غلط، بولین. یعنی میگیم که بول همون بولینه. خب بی مساویه با فالس، یعنی اومدیم یه متغیر ساختیم از نوع صحیح و غلط و بهش مقدار غلط رو دادیم، یعنی 0 و صحیح میشه 1 ترو. خب حالا بیایم چیکار کنیم؟ یه متغیر بسازیم از نوع اینت به اسم سی، خب مساوی بدیم با یه متغیر استرینگ با مقدار عددی تعریف کنیم. یعنی میگیم که استرینگ کن دیو مساوی بده با 20. خب الان یه متغیر متنی داریم با مقدار 20. خب الان سی رو بیایم بگیم چی؟ نامبر به علاوه دی ارور میده. چرا؟ چون دو تا تایپ مختلفن. خب شما الان تو ریاضی بهتون بگن 12 به علاوه علی نمیتونیم مقدار بدین. چرا؟ چون 12 هیچ وقت به علاوه علی نمیشه. بعد بیایم چیکار کنیم؟ همین کدی که اینجا نوشتیم کپی کنیم، کنترل سی، اینجا پیستش کنیم و دی رو بیایم بذاریم به جای این، به همین سادگی. int.parse کنترل اسپیس میزنیم، درست شد. خب الان نه ارور داریم نه هیچ.
و بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که this.txt main.text خب مساویه با C. ارور میده. چرا؟ چون گفتم تکست باکس ورودی و خروجیش استرینگه و C اینته. پس میایم چیکار میکنیم؟ C.toString. به همین سادگی ارورمون برطرف شد و میتونیم ازش خروجی بگیریم. میبینیم که خروجی بهمون داد. روی دکمه کلیک کنیم C رو بهمون نشون میده. C از کجا اومد؟ نامبر 10 بود، D 20، جمعشون شد C. خب همین سادگی و چیز دیگه هم نداره که بخوایم در موردش حرف بزنیم. تعریف متغیر رو توی همین سطح بمونه، حالا در طول کار پیشرفته ترش میکنیم. خداحافظ تا قسمت بعد.